بیماری پرش پلک در واقع یه اسپاسم یا انقباض مکرر و غیر ارادی عضلات پلک هست و اکثرا خفیف و گذراست و خود به خود برطرف میشه، ولی گاهن ممکنه اونقدر شدید بشه که باعث بسته شدن پلک و یا حتی اختلال دیر بشه. عللش های نوع خفیفش معمولا استرس، اضطراب، خستگی و حتی بیخوابی میتونه که باعث این عامل بشه. وقتی که نوع شدیدش باشه و باعث بسته شدن پلک باشه، حتما نیاز به بررسی‌های نظر بیماری‌های چشمی و حتی بیماری‌های اعصاب و عضله داره و حتما باید فرد به چشم‌پزشک و متخصص مغز و اعصاب مراجعه بکنه و گاهی برای درمان این بیماری نیاز به تزریق بوتاکس هست، به شرطی که بیماری اولیه بررسی و درمان شده باشه.